السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد حضرت رسول الله میبره در روزه 4-5 راست میره و پیش مسجد حضرت بلال. بعد بازار ماهیا، اینجا جای ماهیا های میای ماهی را میخری. نمی یکتش 60 ریال 50 ریال های میخریش. خیلی تازه میکنن ماهی را. اینجا در روغن میپزنش، در روغن شو میپزنش. مثلا ماهی تیار شد، شد شکست. ماهی بحری میسنجه مشکله. اول کاک چیش میکنی لایم هیچ سوک هم نداشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. شو با مزه تیز بود اصلا که خودش بقرم فکر کنم. شو با مزه ماهی بحر خیلی همه رو اشتیای تام.